62 در یکی از روستاهای میناب بود و از 14-15 سالگی افتاد تو باند قاچاقچیای معروف اون منطقه مثل علی ایدری و علی رنجبر. عیسی که تنها تا پنجم ابتدایی درس خونده بود یه نابغه محض بود، اما خب نبوغش رو در مسیر خلاف به کار گرفت و تونست خودش رو تبدیل به بزرگترین قاچاقچی در کل منطقه کنه. اون برخلاف قاچاقچیای سابق که کاروانهای زمینی مواد مخدر رو به داخل کشور هدایت می‌کردن، مسیر طولانی‌تر ولی امن دریایی رو انتخاب کرد و برای همین بهش لقب تمساح خلیج فارس دادن. عیسی با هاشم و بازمحمد کار میکرد که هر دو افغان و از فروشندگان اصلی مواد عمده در منطقه بودن و ساکن کویتیه پاکستان. شیوه و فرایند کار به شکلی بود که عیسی از طریق تلفن ماهواره‌ای سفارش مواد درخواستی خودش رو به فروشندگان تو کویتیه پاکستان میداد. یکی به اسم خیروک که نماینده عیسی تو افغانستان بود هر سری در حدود 4-5 تن تریاک